بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین برادر انصاری؟ سلامت باشید، تشکر از شما. من یه عرایضی داشتم و این بود که ما موحدین رو میگن وهابی، در صورتی که من خودم به شخصه اصلا باور کنید یه دونه از کتاب‌های جناب عبدالوهاب رو مطالعه نکردم. درست. ولی خب مسلما ایشون یا انسان موحد و بزرگواری بوده که ما وقتی که در مورد الله صحبت میکنیم و میگیم شرک نیاریم فوراً میگن تو وهابی هستی. یعنی وقتی که حق الله رو میخوایم احیا بکنیم مارک وهابی به ما میزنن. واقعا اگر موحد بودن الله سبحانه و تعالی را یاد کردن و ذکر گفتن و شرک نیاوردن به الله سبحانه و تعالی وهابی بودنه، من اعلام میکنم به جهان که اولین وهابی هستم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. و خلوص در یکتاپرستی و شرک نیاوردن در توحید الوهیت و ربوبیت الله حرف اوله که متاسفانه جریان فعلی روافض کاملا برخلاف و زاویه‌ای 180 درجه با خط راستین اسلام داره. درست. خواستم در ضمن برادر انصاری تشکر فراوان بکنم از شما. سلامت باشید. به خاطر روشنگری ها و افشاگری هایی که میکنید. سلامت باشید. واقعا بیدار کننده است. الحمدلله. الحمدلله. اگر امری نیست عرضی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما برادر عزیز. دین اسلام دین محمد ابن عبدالوهاب نیست، دین ابن تیمیه نیست، دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. اگر محمد ابن عبدالوهاب می بود یا نمی بود در دین اسلام تغییری ایجاد نمی شد. این دین الله سبحانه و تعالی است که به وسیله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کامل و شامل برای ما رسیده. توحید و یکتاپرستی حق الله سبحانه و تعالی است. توحید و یکتاپرستی رو الله سبحانه و تعالی امر کرده و از ما خواسته و جز ارکان دین ماست. اگر محمد ابن عبدالوهاب و غیر محمد ابن عبدالوهاب هر کسی که از دین گفت، از قرآن گفت و از سنت گفت با جان و دل میپذیریم. اگر خارج از قرآن و سنت حرفی زد چنان محکم به دیوار میزنیم که اثری ازش نمانه. ما به هیچ کس تعصب نداریم. هر کسی که